برای بافت انگور ما به 10 تا مهره بنفش و 3 تا مهره سبز نیاز داریم که انتخاب سایز نخمون هم بسته به نوع مهرمون هست. 3 تا مهره بنفش رو توی نخ رد می‌کنیم، 4می رو اشتراک می‌گیریم و یک بار دیگه همین کار رو تکرار می‌کنیم. میایم توی نخ سمت راستمون مهره سبز و توی نخ سمت چپمون مهره بنفش میندازیم و مجدد مهره سبزمون رو اشتراک می‌گیریم. یک بار دیگه توی نخ سمت راست مهره سبز و توی نخ سمت چپ مهره بنفش رو میندازیم. این بار میایم اولین مهره بنفشی رو که توی نخ انداختیم رو حالا بعد از اشتراک گیری چند تا گره محکم میزنیم. بعد از اینکه گره زدیم انتهای کارمون 3 تا از مهره ها به شکل مثلث کنار هم قرار میگیره که نخمون رو از یکی از این مهره ها رد میکنیم و اون یه دونه مهره بنفشی که برامون باقی مونده رو از نخمون رد میکنیم و بعد نخهامون رو از مهره های کناری رد میکنیم تا بافت ما محکم بشه و این کار رو ادامه میدیم. در انتها اضافی نخمون رو قیچی میکنیم و شعله میگیریم که کارمون با اطمینان باشه و پاره نشه و در نهایت یک انگور خوشگل و خوش رنگ داریم که این کار شما میتونین با هر سایز مهره انجام بدین، حتی با منجو.